شام یکم نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در حدود نویه خراسان در نتیجه به قسمت قفای ماشین بورکش تمغه مرسدس برخوردن ماشین مسافرکش تمغه اوپل استرا، 3 مسافر اوپل از جمله یک زن 58 ساله، یک جوان 21 ساله و یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده. راننده اوپل جراحت برداشته است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 نوامبر سال 2023 در شرح این حادثه خبر داد که شام یکم نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:40 راننده ماشین تمغه اوپل استرا تویروف رجب علی سال تولدش 2004 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختر واقع در حدود نویه خراسان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قفای ماشین بورکش تمغه مرسدس بنز تحت اداره بیگوف امید سال تولدش 1987 ساکن نویه جیهون برخورده است. در نتیجه مسافران داخل ماشین اوپل استرا زاکر و خدیجه سلیمانوف سال تولدش 1965، حسنوف محمد قودیروویچ سال تولدش 2002 ساکن نویه وخش و نوبالغ غلاموف بلال اکمالویچ سال تولدش 2014 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیدند. راننده اوپل استرا تویروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوی بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.